روی ماه همگی. من بیژن دیروز رسیدیم استانبول. امروز به خاطر یه سری مسائلی یکی از رگای سر من پاره شده. من حتی به خانواده خودم هم نتونستم خبر بدم و سفر هم نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم برگردیم به خاطر شرایط من به آمریکا. فقط ازتون میخوام تو این شرایط چیزی به کنسرت 16 شهری و 7 سپتامبر بیژن نمونده و من دیگه نمیتونم فعلا شرکت بکنم، در کنارش باشم. به جای من به ایشون فقط عشق بدید. شاید ایشون ندونم الان توی سوشال مدیا فعالیتی بکنن به خاطر فشار کار زیادی که دارن و آماده سازی برای کنسرت. ازتون میخوام به جای من به ایشون گوشی هم نمیتونم داشته باشم. اینجا ممنون یعنی یا ساکه به من تکس ندیم. فقط ازتون میخوام در این برنامه که شاید حضور نتونم داشته باشم به جای من به بیژن جان عشق بدید. یه لحظه عشق یه بغض گنده دارم ولی خب قویم.